شما گفتید خانم‌ها بیشتر دارن خیانت میکنن. من میگم خیانت یک بار قابلیت بخشش داره. چند ماه پیش شوهرم بهم خیانت کرد و من رفتم با یه مرد دیگه. یکی دو تا از این خانمای در و داف رو پیدا کن، شماره همسرتو بهش بده. بعد بگو شروع کنم با همسر چت کنن، دعوتش کنن کافی شاپ، رستوران، بعد برو پدرشو در بیار. سلام، خیلی خوش اومدید به قسمت دیگه از دکتر رازدار تو پاییز سرد بدون بارش. یک بار دیگه در خدمت خانم دکتر آتمی هستیم. خانم دکتر سلام. متشکرم. صبح پاییزیتون پر از عطر یاد خدای مهربان. در حیات سیمین روان هستیم. جاتون واقعا سبز. خیلی ممنون. خوبی؟ متشکرم. من عالیم. فوق‌العاده خوب. فوق‌العاده خوب. عالی. من که خیلی خوشحالم. این دومین گفتگومونه. گفتگو قبلیمون بازخوردهای خوبی داشت. خدا رو 100,000 مرتبه. خوب دیده شد. مردم سوالاتشون رو بازم از ما بیشتر کردن. با یه سوال دیگه با شما هستیم. موضوعمون هم خیانت. موضوع ترند روز. ترند روز. ولی خب فرقش اینه که ما تو دکتر رازدار داریم راهکارهای خوبی هم میدیم. من یادم مثلا تو موضوع قبلی شما اون راهکارهایی که برای اون خانم داده بودید یا اون آقایی که گفته بودن که من به خاطر بی پولی نمیتونم، خانومم بهم اجازه رابطه نمیده، خیلی چیزای خوبی بود، نکته های خوبی بود. تو اینستاگرام هم خیلی بازخوردهای خوبی داشت. خدا رو 100,000 خوشحال کننده بود. باز هم سعی میکنم علمی، کاربردی و اثرگذار انشالله راهکار دقیقاً. کاری که خیلی از پیجا ممکنه حالا یا انجام ندن یا اگر انجام میدن بیشتر اون بخش رسانه‌ایشو دنبال بکنن که فقط کار دیده بشه. البته که همه محترمن، همه دارن زحمت میکشن. خانم دکتر ما یه سوالی داریم، بیدرنگ بریم به نظرم سراغ سوالمون. از ما یه خانمی پرسیدن که چند ماه پیش شوهرم بهم خیانت کرده و من رفتم با یه مرد دیگه، لطفاً بهم کمک کنید. خیلی آقای مهندس درویش، انقدر این روزها این داستان زیاد شده باورتون نمیشه. دقیقاً میخوام تکمیل فرمایش این خانوم. چند وقت پیش مراجعه اومده بود، گفتش که من احساس کردم که همسرم داره به من خیانت میکنه، گوشیش رمز داره، تون یه چیزی مینویسه، تا من از آشپزخونه میام بیرون گوشیشو قایم میکنه. داخل اتاق خواب میگه من خستم، زود میره میخوابه. بعد وقتی میرم میبینم گوشی دستش سری زیر بالش میده و میگفت یه چند هفته اینجور. دوستش بهش راهکار عجیب و غریبی داده بود. گفتون اگه میخوای ببینی همسرت میلرزه یا نمیلرزه، بیا یکی دو تا از این خانمای در و داف رو پیدا کن، شماره همسرتو بهش بده. بعد بگو شروع کنم با همسر چت کنن، دعوتش کنن کافی شاپ، رستوران، بعد برو پدرشو در بیار. این واقعا این راهکاره. ما تو روانشناسی میگیم که اگه احساس میکنی که مثلا توی زندگی شما یک موریانه‌ای به نام موریانه طلاق عاطفی، مثل همدیگه مثل قبل نمیخندید، مثل قبل با هم شاد نیستید، مثل قبل با هم فضاهای دو نفره و اختصاصی ندید، به جای اینکه درمانش کنی میری یه موریانه دیگه وارد ماجرا میکنی. یعنی انقدر بعضی مواقع راهکارها ابلهانه است. یعنی من خودم برم، همسری که میدونم حالش خوب نیست، همسری که میدونم مدت هاست ما با هم گفتگوی عاشقانه و قشنگ نداشتیم، همسری است که مدت ها اتاق خواب جذابی نداشتیم، حالا دقیقاً برم براش یه چاله بکنم، خانمای در و داف رو بذارم در مسیر همسرم که اونا بیان با چت و با جملات و لوندی ها و با یک به قول دیت، بعد من میخوام همسرم رو امتحان کنم. خب اینجا که زندگی تو باختی. حالا یه عده هم میگن که ببین همسرت بهت خیانت کرد، برو بهش خیانت کن تا دردشو بفهمه. حالتو گرفت، حالشو بگیر. فکر کرده خودش فقط میتونه تو رابطه وارد شه، بهش ثابت کن تو اتفاقا بیشتر خواهان داری. اینم یه راهکار ابلهانه است. ما باید هر وقت میخوایم به دنبال تحکیم بنیان خانواده باشیم، اول فکر کنیم این راهکار من، این پلن من، این نقشه راه من رو به همسرم نزدیکتر میکنه یا من رو از همسرم دورتر میکنه. اگر خیانت درد داره، اگر خیانت زجر داره، اگه خیانت مسیر اشتباهیه، من باید اشتباه رو با اشتباه پاسخ بدم. مولانا میفرمایند چون تو با بد کنی پس فرق چیست؟ دو حالت داره. یا شما همسرت رو دوست نداری، آره بعضی تا مراجعه میگه دوستش ندارم میخوام رسواش کنم، دوستش ندارم میخوام آبروشو ببرم، دوستش ندارم میخوام برای همیشه تمام بشه.
یا میخوای واقعا بذاریش کنار که من بازم این راهکار رو ترجیح نمیدم. من میگم حتی اونهایی که میخوان طلاق بگیرن بهتره طلاقشون هم فرهیخته باشه. یعنی دقیقاً میخوای جدا بشی، بهش بگو ببین من تحمل این حجم از بی‌اعتمادی و ناامری رو ندارم، پیشونیشو میبوسم میگم خدا نگهدار. اگه دوستش نداری، اگه برات تمام شده است، اما اگه دوستش داری، اگه پدر بچه‌هاته، اصلا همسر خانم بچه‌هاته، فرقی نمیکنه، مادر بچه‌هاته، همیشه که خیانت از ناحیه شما آقایون اتفاق نمیفته. اتفاقا الان تو جامعه خیانت بیشتر از طرف ما خانم‌ها داره اتفاق میفته. اگر واقعا میخوام زندگیم رو حفظ کنم و قصدم این هستش که این مسیر رو برم جلو، چون آقای مهندس درویش بهترین مدل عشق مدل همسفری است. یعنی چی؟ مثلا من میخوام برم مشهد زیارت امام رضا، خودم تنها برم تو مسیرم بهم خوش میگذره ها، یه جایم نگه میدارم چای میخورم، ولی وقتی یه نفر کنارمه، همسفرمه، همراهمه، بیشتر خوش میگذره. با هم موزیک گوش میدیم دو نفره، با هم چای میخوریم، با هم حرف میزنیم. زندگی زناشویی بهترین مدلش، یعنی جذابترین مدلش مدل همسفری است. من اومدم دنیا، هدفم این هستش که به رشد و توسعه برسم، میخوام به تکامل برسم، میخوام از لحاظ جسمانی، عاطفی، اجتماعی، عقلانی، معنوی و جنسی در مسیر درست حرکت کنم. وای که اگر همراه و همسفرم هم مثل من باشه، چقدر این سفر لذت بخشه. اگه قرار من همسفرم همسرم باشه، اگه قرار بقیه مسیرم باش برم، پس مچ گرفتن کار ابلهانه‌ایه، پس آبروشو بردن کار ابلهانه‌ایه، پس مدام خطاشو مثل پتک تو سرش بذارم کار ابلهانه‌ایه، پس نبخشیدنم کار ابلهانه‌ایه. من میبخشم و عبور میکنم. و نکته خیلی جالبش، پژوهش‌های روانشناسی اتفاقا اثبات کرده خیلی از مواقع وقتی زوجین متوجه خیانت همدیگه میشن، وقتی میبخشند و به رو نمیارند، میبخشند و مقابله به مثل نمی کنن، میبخشند و دچار افسردگی نمیشن، اتفاقا دوباره انگار عشق جوونه میزنه. میشه یعنی شما میگی؟ یعنی باورتون نمیشه، انگار تازه من فهمیدم وای چقدر همسرم رو دوست داشتم، چقدر رهاش کرده بودم. برای خیانت هم؟ بله برای خیانت هم باشه. مگه ما نمیگیم که انسان ها ممکن الخطا یا جایز الخطا هستن؟ اما در یک صورت من میگم خیانت یک بار قابلیت بخشش داره. اگر اون آدم عادت به خیانت کرده باشه دیگه قابلیت بخشش نداره. من یک بار به این زندگی فرصت میدم، من و شما با همدیگه دوست هستیم، یک بار شما رفتاری انجام میدی من آزرده میکنی، من یک بار میتونم شما رو ببخشم، باعث بازسازی رابطه میشه. من به شما فرصت میدم، من میام نگاه میکنم به دوستی عمیق خودم و شما، ببینم چقدر سرمایه عاطفی قوی بود، چقدر ما خاطرات مشترک داشتیم، چقدر در بازسازی و رشد همدیگه کمک کردیم. اینجاست که اگر یک خطای رفتاری، گفتاری از شما دیدم میبخشم. اما اگه دیدم شما از بخشش من سوء استفاده میکنی، مسیر تو انتخاب کردی، اصلا منو بازیچه احساساتت قرار دادی، میدونی من همیشه هستم، من که نمیرم، جایی رو ندارم برم، من مجبورم بمونم، پس میگه خب ویترین زندگیم رو به ظاهر حفظ کنم بعد برم به دنبال شیطنتام. اینجا من اجازه بخشش نمیدم، میگم نه، شما مسیرتون از همدیگه جداست. این آدم عادت کرده، بخشش شما، بخشش های ممتد شما این آدم رو گستاخ کرده، این آدم تنوع طلب شده، اجازه میده تکرار بکنه. آره میگه این هست دیگه، مادر بچه‌هامه، کجا میخواد بره؟ مراجع میاد مطلب میگه کجا رو داره بره؟ خونه خوب، یخچال پر، ماشین زیر پاشه، بابا هم که نداره، داداشش هم که مستاجرن، میمونه دیگه، بمون بچه‌هاتو بزرگ کن، کاری هم به من نداشته باشه. من اینجا میگم نه، من عزت نفس دارم، من حرمت نفس دارم، من حس خود ارزشمندی دارم، من انسانم، ترجیح میدم که برم صبح تا شب کار کنم، مستاجر باشم، خودم یه لقمه نون درم، ولی تو زندگی که مدام قراره شما من رو تحقیر کنی و عزت نفسم رو زیر سوال ببری، نمونم. یه چیزی که هست، خانوما خب خیلی فکر میکنم جزئی نگرتر باشن، یعنی خیلی چیزا رو کنار هم میذارن، بعد وقتی که یکی
مجموعه‌ای تشکیل میشه ممکنه خیلی دلسرد بشن حتی اگر ببخشن. خب بیاین فرض بگیریم این خانم با توصیه‌های شما بیاد همسرش رو ببخشه، همه چی مثل سابق میشه؟ من بهتون قول میدم. ببینید بیم یه رول پلی کنیم. اصلا فرض کنیم همسر من به من خیانت کرد. من وقتی متوجه خیانت شدم اول باید از خودم یه سوال بپرسم: آیا من برای همسرم کافی بودم؟ آیا نشانه های فرهیختگی و بالندگی یک زن رو برای همسرم داشتم؟ بهش میگن تکنیک امپاتی. یعنی از قالب خودم برم بیرون، برم تو قالب همسرم بشینم. آیا اگر من خودم یک مرد بودم پوشش این زن رو تایید میکردم؟ بهداشت این زن رو تایید میکردم؟ مدل صحبت کردن این زن رو تایید میکردم؟ مدل ارتباطات اجتماعی این زن رو تایید میکردم؟ ادبیاتش رو تایید میکردم؟ باورتون نمیشه همین دیروز یه آقای اومده بود، کارمند یه ارگانی بود، خیانت کرد بود. گفتم چرا خیانت کردی؟ گریه کرد توی اتاق درمان. خدا رو شاهد و گواه میگیرم همین دیروز گفت خانم دکتر من همیشه تمیزی برام مهم بود. هر وقت وارد خونه میشدم خانم من یه دونه زیرانداز انداخته بود از این ور خونه تا اون ور خونه، سبزی پاک میکرد، بادمجون پاک میکرد. بهش میگفتم لامصب من 8 صبح رفتم الان 6 غروبه، شما تا از صبح تا الان این کارا رو میکردی. بعد میگفت وقتی من میخواستم راه برم باید دور این زیرانداز میرفتم. میگفت پیتزا میخریم این سسه هست، خانم من تمام اون ظرفای سسا رو شسته داخل کابینت گذاشته، بعد توش موریانه زده. میگفت خانم من ملامینای خیلی قدیم که شکسته، میگفت اصلا بیماری داره دیگه، میگفت نمیتونه اصلا اشیای قدیمی رو از دست بده. میگفت همیشه شلخته است، یه روسری اینجا گره میزنه، تو خونه برای من با دامن و شلوار و ژولیده است، کف پاش میگفت ترک خورده. بعد میگفت من این خانم رو میبینم حالا تو محل کارم یه خانم مطلقه بوده، این خانم بسیار بهداشتش عالیه، تمیز، آراسته است، بوی عطر میده، مرتبه. ظهر که ظرف غذاشو باز میکنه از چیدمان ظرف غذاش من لذت میبرم. این خانم بهش گفتم، من به خانم توی اتاق گفتم ببین همسرت 1 بار به تو خیانت کرده، 100 بارم بهت خیانت کنه حقته. چون شما الفبای روابط متحلی رو بلد نیستی. الفبای روابط متحلی 2 چیزه: بهداشت فردی یا بهداشت ظاهری و بهداشت ذهنی. وقتی تو اینقدر شلخته ای، وقتی اینقدر تو به قول معروف آشفته ای، وقتی خونت اینقدر به هم ریخته است، وقتی خودت اینقدر به هم ریخته ای، وقتی ذهنت اینقدر به هم ریخته است، قر میزنی جورابه تو اینجوری بذار اونجوری راه برو، بعد انتظار داری این مرد به کانون خانواده وابسته باشه؟ بی‌انصافیه. همین الان که دارید این برنامه رو میدید یه نگاهی به خونتون انجام بدید. آیا آمادگی دارید مهمان الان خونتون بیاد؟ همین الان برو جلو آینه خودتو ببین. آیا خودت برای مرد جاذبه داری؟ آیا آراسته هستی؟ نمیتونیم اینجا بگیم خیانت، این بی‌انصافیه. شما از صبح تشریف بردی سیمین روان، اگه من به شما چای ندم، آب ندم، شیرینی ندم، شکلات ندم، شما اینجا قندت میفته، میری بیرون کوچکترین مغازه هم یه چیزی میخری، اصلا دیگه نگاش نمیکنی تاریخ انقضا داره یا نداره، چون افت قند پیدا کردی. حالا من این سری تو کیفم شکلات آوردم. نه دیگه داخل اتاقم ما کلی بیسکویت و اینا داشتیم. ببینید باید نگاه کنید. شما اگر کانون خانواده‌تون بوی تمیزی، بوی آراستگی، بوی شفافیت، بوی عشق، بوی امنیت نده، بله. اگه خونه شما بوی زیبایی نده، همه افراد خانواده در مسیر سقوطن. پسر در مسیر سقوطه، دختر در مسیر سقوطه، خود من در مسیر سقوطم، همسرم در مسیر سقوط. اینجا نمیتونیم بگیم خیانت، اینجا بی‌انصافی. چه زمانی من میتونم بگم خیانت؟ خانم یا آقایی توی مطب بیان ابعاد زندگیشون دقیق برای ما بگن. آقا میبینی همه چیز عالی بوده، اتاق خواب هفته 2-3 بار، تفریح هفته 1 بار، گفتگوهای عاشقانه هر شب 10 دقیقه، نظم، بهداشت، آرامش، ارتباط اجتماعی، همه چیز عالی بوده، همه چیز عالی بوده. بعد من یه دفعه متوجه شدم وای همسرم من خیانت کرده. اینجا خیلی درد داره. دقیقاً. اینجا من میتونم چشمش نگاه کنم بگم من چی واسه تو کم گذاشتم؟ چیه من تو رو ناراضی کرده بود؟ من کجا برای تو کافی نبودم؟ چرا به هم نگفتی؟
چون خیلی از مواقع ما میگیم چرا تا حالا نگفتی؟ شما حق نداری اعتراضاتت رو انجام ندی بعد به دنبال درمان خلاهای عاطفیت باشی. زمانی که مدام اعتراض کنی بگی بابا من از این بهداشت خونه ناراحتم، بابا من از این مدل لباس پوشیدن ناراحتم، بابا من از این موهات که انگار دارش میزنی با یک کش همش گرش میدی ناراحتم، بابا من تو خونه‌ای که پدر و مادرم راحت نمیان و برن ناراحتم، بابا این که تو داری مدام منو کنترل میکنی ناراحتم، این که من باید مدام به تو پاسخ بدم به کی زنگ زدم، چرا اشغال بودم، چرا وسط چت رفتم، اینو کیو لایک کردم، کی رو کامنت گذاشتم، من ناراحتم. اگر من اعتراض کردم و همه چیزم عالی بود و همسرم تغییر نکرد، اون موقع اگر من خطایی کردم طرف مقابل باید ببخشه، تو خطا کردی. اما یه زمانی خیلی داستانش به نظر من بعضی مواقع ما روانشناسا تو فضای مجازی خیانت رو یک مبحث در نظر میگیریم و یه راهکار. آقا خیانت تمام، مثل سردرد. شما مگه میتونی برای سردرد همیشه استامینوفن بخوری؟ یه زمانی سردرد شما از قند بالاست، یک زمانی سردرد شما از فشار خون بالاست، یه بار سردرد شما از ضعف چشمته، یک بار سردرد شما از میگرنه، یه بار سردرد شما مثلا از این که خیلی تو ترافیک موندی. شاید یک دونه علت باشه سردرد، اما ممکنه هزاران معلول باشه. شما هم توی بررسی خیانت شاید فقط بگی خیانت، برو پیداش کن. خیانت چی بوده؟ خیانت بعد از اینکه شما همسر آراسته‌ای بودید، خیانت بعد از اینکه شما همسر بسیار ایدئالی بودید، خیانت بعد از اینکه شما اتاق خواب نداشتید، خیانت بعد از اینکه شما عزت نفس اون رو زیر سوال بردید، خیانت بعد زمانی که شما خیانت کردید بعد اون خیانت کرده. یعنی باید خیلی توی اتاق درمان ما جزئی نگاه میکنیم به شیوه الگوریتمی، یک بوده یا دو، اگه یک بوده الف بوده یا ب، اگه الف بوده A بوده یا A2، همینجوری بریم جلو و بعد میشه خیانت ها رو بخشید. و اتفاقا وقتی خیانت رو میبخشیم فقط یک بار و فرصت میدیم که عشقمون دوباره نفس بکشه، خیلی از مواقع اتفاقا جوانه‌های تازه‌ای توی رابطه رویده میشه که من اصلا میگم من تا حالا ورژن همسرم رو تو این حالت ندیده بودم. انگار تازه فهمیدم دارم از دستش میدم و چه چیز خوبی بوده. پس در واقع شما یکی از 1000 تا نمونه که باعث میشه خیانت شکل بگیره رو به ما گفتی. بله. حالا ما با این خانم خیلی صحبت کردیم. این خانم خیلی یه وقتی نمیدونم حس کردید یا نه یا تجربه کردید، از چت هم متوجه نگرانی طرف میشیم یا ناراحتی طرف یا خوش مدل نوشتن. این خانم خیلی مستعصل، یعنی یه حالتی که واقعا نمیدونه باید چی کار بکنه. یه خورده میخوام جزئی تر وارد شم. با این قسمت کار دارم که این خانم گفته که من رفتم با یه مرد دیگه و خیانت کردم، کار متقابل انجام دادم. الان این خانم خودش قطعا حال خیلی بدی داره و یه چیزی رو ما با آقای دکتر عبادی صحبت میکردیم توی یه برنامه. ایشون میگفتش که همه آدما بازگشت به عقب میکنن، از یک جا به بعد برمیگردن میبینن تو این سالها چی کار کردن. اگر این خانم بازگشت به عقب بکنه قطعا پشیمون میشه از عملش. اون الان باید چی کار بکنه؟ من پیشنهاد میکنم که همین الان این رابطه عاطفی که به اشتباه شکل گرفته رو همین الان تمام کنیم. پاسخ خیانت خیانت کردن نیست. پاسخ خیانت مقابله به مثل کردن نیست. گفتم مولانا میفرمایند چون تو با بد کنی پس فرق چیست؟ باید خیلی خودتو فرهیخته در نظر بگیری. اصلا در شأن تو نیست که تو من مسیر اشتباه قرار بگیر، چون دو حالت داره. اگر من خیانت رو مسیر درستی میبینم پس نباید از همسرم ناراحت بشم. آقا خیانت مسیر درستیه، اون رفته واسه خودش یک رابطه عاطفی جدید شکل داده، منم رابطه عاطفی جدید. ولی اگر در تفکرم خیانت رو زشت میبینم، کریه میبینم، قبیح میبینم، خیانت رو دور شدن از ابعاد انسانیت میبینم، اگه خودم تو این مسیر برم که خنده داره دیگه. درسته؟ من این وقت به شما میگم که شما به من میگی خانم دکتر این آبو نخورا، تو این آب سم ریخته شده، میگم آخ راست میگه، بعد اگه خودت بیای بخوری بهت نمیخندم، میگم وای مهندس خب اگه توش سمه چرا خوردی؟ آره. اگه شما میگید انقدر به این فرهیختگی و دانش رسید که میگید خیانت یعنی دور شدن از تعهد خانوادگی،
خیانت یعنی ضربه‌ای که به طرف مقابل میزنی و ممکنه سالها بلند نشه. بعد چطور خودت هم میخوای این ضربه رو بزنی؟ نمیتونیم که. اگر ما در دسته‌بندی و کاتگوری ذهنمون خیانت رو جز رفتارهای اشتباه ببینیم، نباید دوباره اشتباه رو با اشتباه پاسخ بدیم. 2 تا کار میتونم انجام بدم. میتونم از درمانگر کمک بگیرم. یک، اول میایم روی تحلیل شخصیت کار میکنیم. میگیم برگرد عقب، مثلا 3 ماه قبل تو بگو، 6 ماه قبل تو بگو، رابطتون چطور بود؟ ما همیشه 4 تا ستون رو بررسی میکنیم. میگیم سکس، فان، دیالوگ، لوکینگ هد. میگیم اتاق خوابتون چطور بود؟ تفریحاتتون چطور بود؟ مدل گفتگوهاتون چطور بود؟ آینده نگریتون چطور بود؟ ارتباطات اجتماعیتون چطور بود؟ اینا رو هی تیک میزنیم. اگه ضعیف بوده میگیم ببین فقط طرف مقابل مقصر نیست، تو هم مقصر بودی یا تو هم مقصر بودی. این خیلی جالبه. مثل تصادفات جاده‌ای. میگه راننده زد رو گاردریل، بررسی میکنه، میگه خانم دکتر انقدر این سرنشین منو عصبانی کرد یه لحظه هول شدم. پس نمیتونی بگید علت تصادف فقط راننده است. میگیم عوامل بیرونی هم نقش داشتن، عوامل بیرونی هم تحریک کننده بودن. تو بررسی خیانت توی شیوه CBT میگیم عوامل بیرونی هم بررسی میکنیم. عوامل بیرونی اتاق خوابه، عوامل بیرونی سرانه سخن، عوامل بیرونی سرانه تفریح، عوامل بیرونی سرانه تصمیم گیریه. ما توی خیانت وقتی که میخوایم با شیوه CBT بررسیش کنیم میگیم بیا 9 مدل صمیمیت تو بررسی کنیم. ما تو دنیا 9 مدل صمیمیت داریم: صمیمیت عاطفی، صمیمیت عقلانی، صمیمیت جسمانی، صمیمیت جنسی، صمیمیت زمانی، صمیمیت زیباشناختی، صمیمیت معنوی، صمیمیت ارتباطی و صمیمیت روانشناختی. بعد دونه دونه میگیم تیک میزنیم. صمیمیت عاطفی، چطوری همدیگه رو تو خونه صدا میزنید؟ چقدر قربون صدقه همدیگه میرفتید؟ صمیمیت عقلانی، چقدر تو تصمیم گیری ها با همدیگه مشورت میکردید؟ از یک تصمیم گیری ساده مثل اینکه آخر رفته مامانم داره میاد خورش قیمه درست کنیم یا قرمه سبزی، یا اینکه میخوام برم مهمونی الان این مانتو آبیامو بپوشم یا اون زرشکیه رو بپوشم. صمیمیت جسمانی، چقدر برات مهم بود که همسر تو رو آراسته ببینه؟ چقدر همسرت میخواست بیاد خونه دوش میگرفتی؟ آقای محترم آیا شوره ها روی لباست بود؟ آیا بوی عرق میدادی؟ صمیمیت جنسی، چقدر فرهنگ اتاق خواب رو بلد بودی؟ پوزیشن جنسی چند تا تجربه کردی؟ لوکیشن های جنسی، فانتزی های جنسی، اصلا چقدر دانش جنسی داری؟ صمیمیت زمانی، چقدر دوست داشتید با هم قدم بزنید؟ از یک تره بار رفتن، از یک نمیدونم سنگکی رفتن، همسرت میخواد بره پمپ بنزین بزنه بیا با هم دیگه بریم. صمیمیت زیبا شناختی، چقدر پروژه مشترک با هم دیگه داشته باشید. صمیمیت معنوی، ارتباطی و روانشناختی. اگر من صمیمیت ها رو کنار مراجع توی اتاق درمان تیک زدم فایدم نه همش خوبه، بالای نیمه است، 50% به بالاست، اون موقع من میتونم به همسرش برچسب بزنم که تو دچار تنوع طلب جنسی شدی، تو آدمی بودی که اختلال جنسی داشتی، عملکرد جنسی تو اشتباه بوده. اما خیلی از مواقع شاید ناراحت بشی ولی خیلی از مواقع میتونم بگم بالای 80% از خیانت ها، چه خیانت زن به مرد چه خیانت مرد به زن، از خلأها میاد. درست. از کمبودها میاد، از نقصانها میاد. یعنی این صمیمیت زیر 50% تیک میخوره. خانم دکتر یه سوال دارم قبلش میخوام یه چیزی بگم. من ماه پیش 2 ماه پیش یادم نیست یه سرما خوردم. دکتر که میری 1000 مدل قرص میگیری، سرم میزنی، به خودت میرسی، آب پرتقال، ویتامین C، همه کار میکنی که خودت رو فرم کنی. یا به یه مشکلی میخوریم خدای نکرده بیمارستان میریم، سعی میکنیم سریع رو به راهش کنیم. تنها چیزی که هیچ وقت خودشو نشون نمیده مریضی روحیه. یعنی چون ازش چیز درونی دریافت نمیکنیم نمیریم سراغش. این میشه که بعد از چند سال وقتی حرف روانشناس میاد میگن خب مگه دیوونه‌ای میخوای بری پیش روانشناس؟ نه خب من چطور وقتی سرما میخورم میرم آمپول بزنم سرم بزنم؟ چرا وقتی پیش روانشناس میام این کارو نکنم؟ یا اصلا چرا پیشو نمیگیرم؟ دقیقاً. سلیگمن پدر مثبت نگری دنیای مثال خیلی قشنگی میزنه. میگه الان کنار من مهندس درویش اگه دماغش خون بیاد من میگم وای
آقای درویش دماغت داره خون میاد، بچه‌ها دست دقیقاً. مخازی بدید، سرتو بده بالا، آب برات میاریم. یعنی یه خونریزی دماغ رو میبینیم و عوامل محیطی میان کمک. دقیقاً. اما خیلی از مواقع ذهن من داره خونریزی میکنه، و کسی قلب متوجه من نمیشه. داره خونریزی میکنه، تمام وجود من، بهش میگیم زخم عاطفی، تمام وجود من زخمه، درده. بعد ما در ضمن میگیم ول کن بابا، خوشی زده زیر دلش. به همین دلیل میگیم مادر بیماری ها در کانون خانواده سکوته دقیقاً. و در دکترها سخنه. 2 تا 3 رو یاد بگیرید. هر وقت شما با همسرت سخن گفتی، یعنی داری در مورد زخمات حرف میزنی و اون تیماردار شما میشه، پانسمانت میکنه. و هر وقت سکوت کردی ما متوجه نمیشیم. پس خواهش میکنم حرف بزنید. خیلی از مواقع اصلا جالبه، گاتمن پدر زوج درمانگری دنیا معتقد اصلا دعوا خوبه. میگه بله. اتفاقا دعوا نشان دهنده اینه که این زندگی رواج داره. مثل نوار قلب که وقتی یه خط صافه یعنی این داره میمیره، اتفاقا این نوار قلبه امروز دلم واسه همسرم تاپ تاپ میکنه، فردا میخوام ریختشو نبینم، امروز دلم براش تنگ شده، فردا دوست دارم با دیوار لهش کنم، اتفاقا خیلی خوبه. اصلا هر کی پیش شما نشست گفتش که من حالم با همسرم خیلی خوبه، عالیه، یا داره دروغ میگه یا داره شیک به قول معروف داره کارهای شخصیشو انجام میده. زندگی دعوا داره، بحث داره، دلخوری داره. چی باعث میشه که زخم‌ها درمان نشوند؟ سکوت. حرف نمیزنیم، نمیگیم، احساس نیازم رو مطرح نمی کنم، کمبودهامو مطرح نمی کنم، نقصانهام مطرح نمی کنم، میرم تو خلوت گریه می کنم. حتی شاید جالب باشه گیر دادنهای زن از عشق میاد. شما آقایون میگی ای بابا بازم گیر دادی. نه، چون برام مهمی بهت گیر میدم، چون که دلم میخواد مرکز توجه و تمرکز بشم. میگم منو ببین، بعد میگم چرا تلفن منو زود جواب ندادی؟ چرا زود قطع کردی؟ چرا اینجوری با من حرف میزنی؟ تو چرا تو خونه همش موبایل دستته؟ اینا گیر دادن نیست، اینا تمنای عشقه. این تو رو خدا به من توجه کن. دقیقاً همینه. یه چیزی گفتی دوست دارم یه کوچولو راجعش توضیح بدید، حالا کوتاه‌تر لطفاً، چون ممکنه بعداً مخاطبا ببینن یا دلخوری که نه، شاید گارد بگیرن، بگن نه اینطور نیست. شما گفتید خانم‌ها بیشتر دارن خیانت میکنن. با چه مبنایی، با چه فکتی؟ تحقیقات روانشناسی اثبات کرده که ببین خب ما خانوم‌ها به خاطر بعد عاطفیمون به توجه و تمرکز بیشتری نیاز داریم. بعد مخصوصا وقتی خانوم‌ها خانه‌دار میشن، حالا خیانت نه به عنوان ته داستان، یا آقای صبح کت شلوارشون پوشه، لباسشون پوشه، میره سر کار 12 ساعت با دوستش حرف میزنه، با همکارش حرف میزنه، ولی خانم توی خونه است، این گوشی هم دستشه. خیلی از مواقع خیانت‌ها از نوع چت کردن، خیانت‌ها از نوع ایجاد یک صمیمیت با جنس مخالف، خیانت‌ها از نوع درد دل کردن در زنان بیشتر میشه. همون خلأها چون که فرمودی، از اون تنهایی خودشون پناه میبرن به یک ارتباط. حالا آقای تو محل کاره اون ارتباطات رو برقرار کرده، خانم تو خونه است اون ارتباطات رو برقرار نکرده. ارتباط